بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از مواردی که همه من و شما چه در دنیا و یا در آخرت به آن نیاز داریم ستر هست. پوشیده ماندن عیوب و گناهان ما از دید مردم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یک راهکاری رو آموزش دادند که اگر ما این رو به کار ببریم و بر این مسیر گام برداریم، الله متعال در روز قیامت بدیهای ما را، عیبهای ما را و اسرار ما را حفظ خواهد کرد. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یستر عبد عبدا فی الدنیا. هر انسان مسلمانی که مسلمانی دیگر را، عیبش را، گناهی را که از او سرزده و مشکلی را که دارد، هر مسلمانی که عیب و ایرادی از برادر مسلمانش دید و آن را پوشیده نگه داشت، الا ستره الله یوم القیامه، الله متعال در روز قیامت گناهانش را، بدیهایش را و اسرارش را حفظ خواهد کرد. بسیاری از مردم متاسفانه در دنیا عادت کردند تا کوچکترین عیبی، ایرادی، کوچکترین موردی از خفایا و اسرار زندگی یک فردی از همسایه برادر مسلمانی پیدا می کنند، آن را همه جا پخش می کنند، به همه کس می گویند. متاسفانه نمی توانند که اسرار برادران مسلمانشان را، خویشاوندانشان را، همسایگانش را نگه دارند. چون این کسانی را الله متعال در روز قیامت مجازاتشان را این قرار داده که آنها هم در دیدگاه مردم در ملأ عام رسوا خواهند شد. اما کسانی که سعی صدر داشته باشند، کسانی که بر تعالیم اسلام عمل بکنند، آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند گناهان و عیوب و اسرار مسلمانان را در دنیا پنهان بکنند، بپوشانند، آنها را مژده بدهید، مبارک باد آنها را به این که الله متعال در روز قیامت اسرار و عیوبشان را حفظ خواهد کرد. پس بنابراین اگر ما می‌خواهیم که مشمول این مژده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، از این به بعد سعی بکنیم هر موردی را که از عیوب برادران مسلمانمون، از اسرار خانوادگیشان، هر موردی را که اطلاع پیدا کردیم، آن را در سینه های خودمان قبر کنیم. به هیچ عنوان آن را به فرد ثالث و رابع و به بقیه مردم انشاءالله بیان نکنیم. اگر این کار را انجام دادیم، مطمئناً مشمول این مژده رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهیم بود. امیدوارم که الله متعال به ما توفیق بدهد که بر این مسئله عمل بکنیم و انشاءالله این مژده را در روز قیامت دریافت بکنیم.